آقا گوش قیمتش چنده مردم؟ گوشت 450 اینا بود، اما از وقتی شما آمدی 850 900 شده. برنج چنده؟ برنج 650 700 اینا بود، الان شده 850 900 تا 1 تومن هم رفته. خونه چنده؟ خونه که اصلا حرفشو نزن، همونایی که خونه دارن هم برقشون رو قطع کردی. ماشین چنده؟ ماشین نه گرون نشد، یه شبه 30% گرونش کردی. البته تا الان ها، نه تا الان. مردم عبرت چنده؟ اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنید و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار که روز جمعه به دکتر مسعود پزشکیان رأی بدهم.